سلام دوستان، امروز در این ویدیو به 4 روش بسیار مؤثر برای افزایش انگیزه میپردازیم. انگیزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت و رسیدن به اهداف است. بیایید با هم نگاهی به این 4 روش عالی بیاندازیم. 1. تعیین اهداف قابل اندازه‌گیری و مشخص. اهدافی که قابل اندازه‌گیری و مشخص هستند به شما کمک می‌کنند تا پیشرفت خودتان را بسنجید و انگیزه خود را حفظ کنید. 2. انگیزه های خودتان را پیدا کنید. شناخت منابعی که برای شما انگیزه بخش هستند می تواند شما را به سمت هدفتان هدایت کند. این منابع می توانند شامل موسیقی، کتاب، فیلم یا حتی افراد الهام بخش باشند. هر روز چیزهای جدید را امتحان کنید. تجربه کردن چیزهای جدید و یادگیری مهارت‌های جدید انگیزه شما را به بالاترین حد خود می‌رساند. پیشنهاد می‌کنم هر روز یک چیز جدید را تجربه کنید و از این طریق انگیزه خود را بالا ببرید. 4. استفاده از تکنیک‌های مثبت اندیشی. تکنیک‌های مثبت اندیشی مانند تجسم موفقیت و تصویرسازی اهداف و چیزهای مثبت می‌توانند به شما کمک کنند تا انگیزه خود را افزایش دهید و به اهدافتان برسید. خیلی ممنون که ویدیو را تا انتها دیدین. منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شما هستیم.